باز هم سفارت آمریکا در بغداد مورد حمله گروه‌های ناشناس قرار گرفته و باز هم سیستم به ظاهر دفاعی این سفارت معروف به سامانه سیرام در جلوگیری از این حمله هوایی ناکام مانده. بامداد امروز سه‌شنبه گروهی ناشناس به وسیله 4 پهپاد انفجاری به مقر سفارت آمریکا در مرکز بغداد حمله کردند و سامانه سیرام آمریکا فقط توانست 1 پهپاد را سرنگون و 3 پهپاد دیگر در داخل سفارت منفجر شدند. عراقی‌ها این حملات را پاسخی به گستاخی‌های آمریکا در هدف قرار دادن نیروهای بسیج مردمی که حافظ امنیت کشورشان هستند می‌دانند. امروز وقتی خبر بمباران نیروهای آمریکایی یا پایگاه‌های آنها را میشنویم، اولین چیزی که به ذهنمان میرسد گستاخی آمریکایی‌ها در بمباران نیروهای نظامی کشورمان است. ما معتقدیم حضور نظامی آمریکا در عراق نامشروع است و دفاع از آرمان‌های مردم تا اخراج کامل اشغالگران یک وظیفه ملی است. سامانه موشکی سیرام 2 سال پیش و در پی حملات موشکی به سفارت آمریکا در محل این سفارت نصب شد. آمریکایی‌ها تبلیغ زیادی برای سیرام کردند و آن را سامانه‌ای کاملا مطمئن برای امنیت نیروهایشان دانستند. سامانه سیرام مجهز به خمپاره انداز و گلوله‌های آتشین معروف به M6 ولگان گاتلینگ است که در هر دقیقه 3 الی 5000 گلوله و در مدار 360 درجه به سمت هدف شلیک می‌کند. اما این سامانه امروز نشان داده که توانایی مقابله با ابتدایی ترین پهپادهای انفجاری را نیز ندارد. سفارت آمریکا در اطلاعیه حمله پهپادی را تایید کرد، اما همانند گذشته هیچ خبری از تلفات احتمالی این حمله منتشر نکرد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.